این چه شده؟ ماریچی نمیتونه ببینت دامادار. اون نابی نشده. اون میخواست با یه جنایت از دست دخترم خلاص بشه. نمیتونم براش احساس ترحم داشته باشم. میدونم که به خاطر بعضی چیزا باید محکم و سنگ دل باشم و دقیقاً هم همینطور خواهم بود. بسیار خوب بسیار خوب. خیلی خوب پس ببینید من درست نمیدونم استفانیا تو کدوم هتله، ولی با خالش ایزابلا رخصه. ما همه هتل‌ها رو میگردیم تا پیداشون کنیم. بهتره بگم با شرایط کنونی ما فقط دنبال استفانیا ویلاردو هستیم. به محض اینکه آوردینش منم خبر کنید. خودم شخصا تحقیقات و مرحله به مرحله دنبال میکنم. شب بخیر. ممنونم. کی اومده؟ آمار اومده عزیزم. خوشحالم که برگشتی. میخواستم ازت خواهش کنم مادرمو ببری خونه. آخه خیلی خسته است، حالش زیاد خوب نیست. خب باشه عزیزم، خیلی خوشحالم. نه اصلا لازم نیست. ببین من ترجیح میدم اون همینجا پیش تو بمونه و منم با تاکسی میرم خونه. باشه عزیزم؟ فردا صبح زودم با پسرت برمیگردم. باشه؟ سلام اسمت چیه؟ خوان میگل درسته؟ از دیدنت خیلی خوشحالم خوان کوچولو. من بابا بزرگتم پاتریشیو. چیه؟ تو چقدر خوشگلی کوچولو. بیا اینجا بیا سیسیلیا. نه بلند نشو، حتما خیلی خسته ای خوان میگن. فکر کنم کم خوابم برد. داری میری؟ ماریچی نمیخواد امشب کنارش بمونم و مراقبش باشم. میگه حالش بهتره و لازم نیست که بمونم. حالا آرومتر شده یا نه؟ آره بیچاره. نیم ساعت پیش پرستار بهش آمپول زد و گفت که تا فردا میخوابه. همین الانم دیگه باید خوابش برده باشه. خب پس از موقعیت استفاده کن و برو کم استراحت کن. تو چی خوان؟ نه من بعدا انجام میدم. خب پس فردا میبینمت عزیزم. فردا میبینمت سیسیلیا. آفرین پسر خوب. میدونی کیم؟ من با بزرگتم. کوچولو من. وای چقدر نازی تو پسر. خواه میگه عزیزم. دارم باش بازی میکنم تا گریه نکنه. کندراریا تو اتاق خوابه، داره حموم آماده میکنه تا حمومش کنه. خیلی خوشگله. میبینیش پاتریشیا؟ آره. ماریچی همونو سپرده پدر بزرگ مادر بزرگ گشت ازش نگهداری کنن. یعنی به هر دومون سپرده؟ پس چی؟ من و تو با هم یکی مگه نیستیم؟ خوان کوچولو، اگه مادرت دیگه نتونه تو رو ببینه خیلی بد میشه عزیزم. آره. خیلی سخته پاتریشیو. چطور اینجوری شد؟ فکر میکنی اتفاقی بوده عزیزم؟ به نظر نمیاد اتفاقی بوده باشه. متاسفانه پلیس به این قضیه سخت مشکوکه و فکر میکنه یه سوء قصد بوده. پس چرا میگی متاسفانه؟ مگه اون کیه؟ بگو پاتریشیو. خب پس با این اوصاف حتما باید سرت خیلی شلوغ باشه. آره درسته، اما نه اینقدر شلوغ که نتونم واسه کسی که دوستش دارم وقت بذارم. خوبه. استفانیا. بله. با من میرقصی؟ حتما. رودولفو جان. هی چی کار داری میکنی؟ دستتو بکش. عذر میخوام خانم استفانیا ویلارد. بله خودم هستم. ممکن لطف کنید همراه من بیاید. به هم بگو اون کیه پاتریشیو؟ استفانیا. استفانیا؟ اونا فکر میکنن همش یه نقشه بوده.
اینکه اصلا گلوله رو به قصد کشتن ماریچی تو اسلحه‌ای که زخمیش کرده گذاشته. به نظر اونا کاملا تعمدی بوده. این خیلی وحشتناکه پاتریشیو، غیر قابل تحمله. ببخشید این خانم همراه من هستن، میتونم کارت شناساییتون رو ببینم؟ فکر نمی کنم مشکلی داشته باشیم. ظاهراً درسته. شما با این خانم جوان نسبتی دارید؟ خب نه، من فقط ایشونو همراهی میکنم. در واقع تازه باشون آشنا شدم توی همین هتل. یه چند ساعتی از آشناییمون میگذره. بسیار خوب خانم، با من میاد یا نه؟ من؟ نه، نمیتونین مجبورم کنین باهاتون بیام. ببینم نکنه بازداشتم. هنوز نه، فعلا همچین دستوری صادر نشده، ولی ازتون خواستن برید اونجا چون قراره ازتون سوالاتی پرسیده بشه. پس فکر نمی کنم لازم باشه که همین الان باهاتون بیام. من باید ببرمتون اونجا. اینو برای راحتی خودتون میگم، چون از اینجا تا پایتخت خیلی راحت. خب ممنونم، ولی خودم میتونم برم. خالتونم تو این سفر با شماست، درست نمیگم؟ بله، ما چند روزی و برای تعطیلات و استراحت اومدیم اینجا و اینم حتما یه سوء تفاهمه. متاسفم، من فقط دستورات رو اجرا میکنم. میشه بگین از کجا فهمیدین که من اینجا؟ رئیسم بهم گفت که میتونم شما رو اینجا پیدا کنم. اصلا من برای چی احضار شدم ها؟ هیچ دلیلش نمیفهمم. منم نمیدونم خانم، همونجا بهتون اطلاع میدم. شما و خالتون باید حتما فردا صبح رأس ساعت 11 در دایره تحقیقات اداره پلیس حضور داشته باشید. شب خوبی داشته باشید خانم. با اجازه. خواهش میکنم. چه حرفای مزخرفی. اصلا نباید چیز مهمی باشه. حتما همینطوری که شما میگین. خب من دیگه باید برم استفانیا. همین الان یادم اومد که باید یه تماس خیلی مهم بگیرم. فعلا با اجازت، ولی حتما بعدا میبینمت. امیدوارم همه چیز به خوبی تموم بشه. سلام. چه خبر؟ خواستگاره چی شد؟ میدونی درباره اون پیرمرد پرسجو کردم و فهمیدم کلی سرمایه داره. پس بهتره هر چه زودتر مخشو بزنی عزیزم، چون دیگه به این آسونیا نمیتونی همچین موردی پیدا کنی. مطمئنم. اونو ولش کن دیگه، همه چی از بین رفت. چرا؟ مگه چی شده ها؟ پلیس اومده بود دنبالم. چی؟ چی داری میگی؟ عمر 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 لوپاردو 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 تو کجایی؟ کجا رفتی ها؟ چرا جواب نمیدی؟
اونا چی میخواستن؟ بهت چی گفتن؟ یه افسر پلیس اومده بود دنبالم میگشت. فقط کم مونده بود بهم دستبند بزنه. من که بهت گفته بودم مطمئنم به خاطر جریان همون بچه یتیمه. خب فکر کنم به خاطر چیز دیگه ای نمیتونه باشه. یعنی چیزی بهت نگفت؟ تو چیزی نپرسیدی؟ نه چطور؟ نه نمیتونستم جلوی اون یارو پیریه چیزی بپرسم. وانمود کردم که نترسیدم، وانمود کردم که غافلگیر شدم. سعی کردم قانعش کنم باور کنه که جریان فقط یه اشتباهی کوچولو بوده. ولی به هر حال اون یارو قالم گذاشت رفت. راستی من و تو باید فردا ساعت 11 تو اداره پلیس مکزیکو سیتی باشیم. من؟ ولی چرا من؟ تو و من هر دومون با هم. چرا رفته بودی؟ کجا بودی؟ همینجا. چرا نمیری استراحت کنی؟ زیادی داری برام از خود گذشتگی میکنی یا؟ نه نگران نباش. فکر کنم که خیلی وقته که نخوابیدی. هر بار که بلند شدم تو کنارم بودی. میشه لطفا یکم آب بهم بدی؟ خیلی تشنمه. آره عزیزم. استفانیا نمیتونه انقدر سنگ دل باشه، نمیتونه احمق باشه، نمیتونه انقدر بد جنس باشه. باور این که اون یه قاتله برام خیلی سخته. یعنی واقعا اون یه قاتله؟ ولی اون اونجا بوده، تو تئاتر دیدنش، تو همون قسمتی که تفنگو نگه میدارن. حتما درست حد زدن. و اگه اینطوری باشه باید به مجازاتی که مستحقشه برسه. صبحتون بخیر. صبح بخیر. دفتر بازرسی ما رو کجا؟ اونجاست. ممنونم. خب فکر میکنی با همون چیکار کنم؟ از این سوال میپرسن. من از این جور جاها خوشم نمیاد. خیلی عصبیم. آره کاملا مشخصه، ولی خیلی مراقب حرفایی که میزنی باش. آخه خواهش میکنم فراموش نکن، باید وانمود کنی جا خوردی. این آدمای خیلی باهوشی، یعنی یه کاری میکنن تا هر چی که میخوان بشنون و بگی. سعی میکنن خرید کنن، ولی فقط چیزیو که با هم قرار گذاشتیم تکرار کن. من هیچی نمیدونم، برادر زدم هیچ ربطی به این ماجرا نداره. اون هیچی به من نگفته. آخه اون همه چیو بهم میگه و در جواب هر چیزی که پای خودت یا منو میکشه وسط جواب نه، یه نه قاطع. ممنونم خانم، ممنونم. صبح بخیر. صبح بخیر آقای قاضی. من میرم بچه رو حاصل کنم. ببخشید. خیلی خوب باشه. اون چرا داشت گریه میکرد؟ بهش گفتم اونم مادر ماریچی و همینم احساساتش کرد. نمیتونم فراموش کنم که این زن متواضع کسی بوده که بچه‌مو به فرزندی گرفته و وقتی که بهش نیاز داشت بهش سرپناه داد. امروز میری بیمارستان؟ آره میرم وسایلمو بردارم. بعداً به موبایلت زنگ میزنم تا اگه خبری از اون متخصصی که منتظرشیم شد بهم بگی. مگه تو نمیخوای بیای که دخترمونو ببینی ها؟ نمیدونم کی بتونم بیام. سرم خیلی شلوغه. واسه این سرت شلوغه که؟ آره به خاطر استفانیا و ایزابلا. برای ساعت 11 صبح احضار شدن. منم میخوام اونجا باشم. صبح بخیر. بفرمایید. صبح بخیر. من استفانیا ویلارد هستم. ازم خواستم که بیام اینجا ولی اصلا نمیدونم چرا. درسته خانم ویلارد. و شما خانم ایزابلا رو خواست هستن خاله منه. میخوام بدونم چرا تعطیلات ما رو خراب کردین؟ چرا یهو ما رو کشوندین اینجا؟ ظرف چند دقیقه همه چی رو براتون روشن میکنم خانم ایزابلا میشه لطفاً برین تو یکی اتاق؟ چرا؟ نمیتونه همینجا بمونه؟ ما جداگونه ازتون بازجویی میکنیم. ببینین من موافق نیستم. چرا متوجه نیستی؟ شما مجبورین خانم. باشه هرچی شما بگید قربان. لطفاً همونجا منتظر بمونین تا صداتون کنم. باشه. ببینین مثل این که اینجا همه چیز زوری یا اجباریه، درسته؟ لطفاً بشینید خانم. بهتره بدونین به خاطر طرز رفتارتون به پدرم شکایت میکنم. جدا آقای قاضی. پدر یادته اون بوسایی که بهت میدادم پر از عشق و علاقه بود؟ دلم خیلی برات تنگ شده خوان میگه.
حالا دیگه واقعا منو برای همیشه فراموش کردی. حتی به هم اهمیتم نمیدی. دیگه نیومدی پیشم. منو ترک کردی. عمر تنها کسی بود که نگرانم بود و بیچاره حتی یه لحظه هم ازم جدا نشد. ولی دلم میخواست تو هم میومدی، حداقل یه خورده تا منو ببینی. نباید اینقدر عاشقت باشم، ولی حقیقت اینه که هنوزم عاشقتم. تو پدر بچمی، من و تو با همونو به وجود آوردیم. اون پسر میوه عشقمونه. پدر خوشحالم که اومدین ازم دفاع کنین. این فقط یه سوء تفاهمه. اونا تو ساحل اومدن دنبالم، مجبورم کردم بیام اینجا. انگار که یه مجرمم، انگار یه تبهکارم پدر. بگیر بشین استفانیا. ولی پدر من نیومدم واسه تو پادرمیونی کنم، اومدم اینجا شاهد بازجویی باشم، همین. ولی پدر من فکر کردم اومدی در زمان قضاوت احساساتمو به حساب نمیارم. پس منو به عنوان پدرت نبین، بلکه به عنوان یه قاضی ببین. پدر اگه بیگناه باشی من اولین کسی هم که تبرئت میکنم. دارم میگم بشین. آقای قاضی اگه لطف کنید. نه ممنون. خیلی خوب، بهتره دیگه بازجویی شروع کنیم. خانم ماریا، لطفاً بیدار شین. ما همه پانسمانا رو از سرتون باز کردیم. متخصصی که منتظرش بودین الان اومده اینجا. ازم خواستین دلیل این که احضارتون کردیم تا اظهاراتتون رو بشنویم و براتون توضیح بدم. لطف میکنی. خب خانم جوون، میخوام این لطفو بهتون بکنم. این کار به خاطر اتفاقیه که توی تئاتر افتاده که باعث مجروح شدن دختر قاضی شده. یعنی چی؟ من دخترشونم. دارم در مورد دختر واقعیشون حرف میزنم، خانم ماریا دوخوزس. مگه ماری چیزی شده؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ چی شده؟ میخواید بگید خبر نداشتید؟ نه من همین الان که بهم گفتین باید خبر داشته باشین. روزنامه ها، رادیو، تلویزیون خبر رو پخش کردن. شما خبر دارین؟ مطمئنم که خبر دارین. خب من تو تعطیلات بودم، به اخبار هیچ کاری نداشتم. من مخصوصا رفتم کنار دریا که یه خورده آرامش داشته باشم. حتی یه برگ از روزنامه رم نخوندم. همه یه روزایی هم که اونجا بودم تلویزیونم ندیدم. خواهش میکنم بهم بگین الان ماریچی تو چه وضعیه؟ حین تمرین نمایششون بودن که به ضرب گلوله مجروح شده. چی؟ کی بهش شلیک کرده؟ بازیگری به اسم رومان کابرر. آخه چرا؟ ببینم نکنه بینشون رابطه عشقی بوده، شایدم به خاطر حسادت بوده. به نظر آقای کابرر مقصر نبوده. ما ازشون بازجویی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ایشون هیچ دلیلی برای قتل خانم ماریا دوخوزس نداشتن. شما کی هستی؟ دکتر بلتران هستم و از دیدنتون خیلی خوشحالم. من یکی از طرفدارانتونم. پس حتما میدونید که چقدر نگران حالتونم. میخوایم بازم از هنر شما لذت ببریم. ممنونم دکتر، متشکرم. بذارید ببینم. خب برام بگید اصلا چیزی نمیبینید یا میتونید کمی روشنایی رو تشخیص بدید؟ نه دکتر، هیچی. وقتی چشمو باز میکنم درست مثل موقعیه که بسته است. هیچ فرقی نداره. مثل شب سیاهه، مثل یه مهی که جلوی همه چیو گرفته باشه و نمیذاره من جایی رو ببینم. خب بذارید معاینتون کنم. وسیله‌مو بیارید. خیلی خوب، لطفاً چشتون رو ببندید تا بهتون بگم. لطفاً راحت باشید. میشه چشتون رو ببندید؟ حالا بازش کنید. آروم. خوبه. خب پس اگه کار هنرپیشه نبوده مقصر کی بوده؟ کسی که گلوله های واقعی توی تفنگی گذاشته که ما انتظار داریم فقط فشنگ مشقی توش باشه. حالا اون کی میتونه باشه؟ خانم عزیز، این دقیقاً چیزیه که ما میخوایم بفهمیم. خیلی خب، ولی حالا این چه ربطی به من داره؟ من چیزی ندارم بهتون بگم چون از هیچی خبر ندارم. الان براتون توضیح میدم. خب به نظر من که اشتباه شده. تازه حالا که ماریچی نمرده چرا دارین منو بازجویی میکنی؟ تو از کجا میدونی؟ تو که گفتی از چیزی خبر نداری، پس برای چی انقدر مطمئنی که ماریچی نمرده؟
جواب سوالی که پرسیدم و به هم بگو. پدر، باورم نمیشه که دارین اینطوری با هم برخورد میکنین. دارین چیزایی رو میبینین که وجود نداره. جوابش خیلی ساده است. پس چرا جواب منو نمیدی؟ خب چون وقتی اومدم تو به هم گفتین ماریچی زخمی شده، نگفتین که مرده. نکنه جدی مرده؟ نه، ایشون هنوز زنده است. ولی اون کور شده. خیلی خوب، حالا چشتون رو کاملا باز کنید. چیزی رو حس میکنید؟ نه دکتر. حالا چی؟ نه هیچی. کور شده؟ پس ماریچی کور شده؟ چرا راستشو به ما نمیگین خانم؟ شما در اتفاقی که برای ماریا دو خوزس افتاده چه نقشی داشته؟ بالبینا. بله خانم بلانکا. بی کمکت احتیاج دارم. بله حتما. چی لازم دارید؟ میخوام همه وسایلمو جمع کنم و بذارم تو چمدون. میتونم بپرسم برای چی؟ دارم از این خونه میرم بالبینا. مگه براتون اتفاقی افتاده؟ خانم اونیلیا؟ نه به خاطر خانم اونیلیا نیست. باید برم بالبینا. دیگه اینجا کاری ندارم که بمونم. تصمیم خودمو گرفتم. بازم چیزی نمیبینید؟ هیچی. حالا چی خانم؟ چیزی نمیبینید؟ هیچی. میخواین بگین من تو اتفاقی که برای ماریچی افتاده دست داشتم؟ اتفاقا همینو میخواستیم بگیم. آره. وقتی مدرکی ندارین چطوری منو متهم میکنین؟ من شما رو متهم نمیکنم خانم. فقط دارم راجع به یه فرضیه صحبت میکنم. یه فرضیه ناعادلانه و ناحق. پدر، بدترش اینه که تو حقیقتو بگو استفانیا. بهتر راستشو بگی. به نفعته که حقیقتو بگی. شما خب حالا نظرتون چیه دکتر بلتران؟ اول یه چیزی رو به هم بگید. چرا ازم خواستین وقتی تو اتاق بودیم باهاتون صحبت نکنم؟ و در کل مدتی که اونجا بودیم یه کلمه هم حرف نزدید. نمیخواستم ماریچی بدونه که من اونجام. چرا؟ خب اون یه زمانی زنم بوده، همسرم بوده دکتر. ولی الان پای یکی دیگه در میونه. تازه لزومی نداره من توی این موضوع دخالت کنم. واسه همین ازتون خواهش میکنم از من حرفی نزنید. باشه مطمئن باشید. خب دکتر، من منتظر جواب شما هستم. چه آینده‌ای در انتظار ماریچیه؟ گفتم که نه یعنی نه. چطور میتونین همچین فکری بکنی؟ و شما پدر، باورم نمیشه که شما با اینا موافقی. من با کسی موافق نیستم. شما منو فروختی. حواست باشه چی داری میگی. اینا حرفاییه که ممکنه برات گرون تموم بشه. پس شما بودین که گفتین کجام. شما بهشون گفتین بیان دنبالمو بیارنم اینجا. اونا باید از دست سوال میکردن. برای یه کاری که نکردم. دقیقاً به خاطر اینکه بفهمن تو کاری کردی یا نه. حرفتون آزارم میده پدر. این که به هم شک دارین بدجوری تحقیرم میکنه. شما وقتی اونا ازت پرسیدن باید با عصبانیت جوابشون رو میدادی. پس کی باید از من دفاع کنه؟ باور کن خیلی دلم میخواست استفانیا. اینو مطمئن باش. هنوزم دلم میخواد. خب پس به این آقا بگو فکر این که من تو این ماجرا دست داشتم از سرش بیرون کنه. پدر خواهش میکنم. بهش بگین بذاره من از اینجا برم. خواهش میکنم. تا وقتی به سوالاتمون جواب ندید نمیتونید از اینجا برید بیرون خانم. هیچی نمیتونه منو وادار بکنه که این کارو بکنم. اگه اینطوریه پس ثابت کن. گوش کنین، من هیچ ارتباطی با این اتفاقی که افتاده ندارم. هیچی. بگید ببینم قبل از اینکه این حادثه برای خانم ماریا د خوزس اتفاق بیفته تو قسمت انبار تئاتر پرنسیپالو میگم اونجا چی کار میکردی؟ چرا رفته بودید اونجا خانم؟ چرا رفته بودید؟ لطف کنید و بگید.
فکر میکنم چیزی که باعث نابینایی شده تورمیه که به خاطر اصابت گلوله به وجود اومده. اگه اینطوره پس امیدی به بهبودش هست، درسته؟ اگه حدسم درست باشه بله. البته مطمئن نیستم که اعصاب بینایی صدمه دیدن یا نه، ولی به خاطر ورم و اندازه گلوله‌ای که بهشون خورده احتمال نابینایی موقتی وجود داره. باید ببینیم چی میشه. نابینایی کورتیکال، درسته؟ بله درسته. کی میتونید مطمئن بشید دکتر؟ به هم وقت بدید تا همه آزمایشاتی که انجام شده رو مطالعه کنم. امیدوارم که همین باشه. اینجور نابینایی وقتی محل آسیب دیده ترمیم بشن از بین میرن، درست نمیگم دکتر؟ بهتون گفتم که این فقط یه فرضیه است. باید ببینیم چقدر درسته. این کارو بکنید، خواهش میکنم. به محض اینکه فهمیدین خبرم کنید. چرا رفته بودی به اون تئاتر خانم ها؟ دنبال کسی میگشت. دنبال کی؟ آمادور روبلز، کارگردان نمایششون، یکی از دوستامه. ولی دستیار آقای روبلز بهتون گفته بود که ایشون اونجا نیست. ظاهرا شما رفتین و وقتی که دستیارش از اونجا اومده بیرون باره برگشتین تو. میشه بگین با اینکه میدونستین ایشون اونجا نیست به چه دلیلی بازم برگشتین؟ چرا برگشتین؟ میتونین به سوال جواب بدین خانم؟ میتونین جواب منو بدین؟ معلومه. من فکر کردم دستیار آمادورینو بهم گفته تا دست به سرم کنه. فکر می‌کردم داره ازم قایمش میکنه. شما رو کنار میزی دیدن که تفنگی که قرار بوده روز تمرین ازش استفاده بشه روش بوده. شما اونجا چی کار میکردی؟ شما کنار اون اسلحه‌ای که باهاش خانم ماریادا خوزس مجروح شده چی کار میکردین خانم ویلاردو؟ کی اینو بهتون گفته؟ حقیقت نداره. معلومه که حقیقت داره. از کجا اینقدر مطمئنی؟ چون دو فرد عاقل و بالغ شما رو دیدن خانم. شما یا بهم بگین. اون دو نفر دستیار آقای روبلز و آقای کابرر بودن. این دروغه. اظهاراتشون درست با هم مطابقت داره. وقتی آقای کابرر وارد شده شما رو کنار میزی که اسلحه روش بوده دیده. اشتباهه. آقای کابرر دروغ گفته. دستیار آقای روبلز اینو تایید کرده. تازه ایشون گفته که ازشون پرسیدین وسایلی که قراره تو تمرین نمایش ازشون استفاده بشه همیناست یا نه. حقیقت نداره. هر دوی این دو شهود تایید کردن که شما سوال کردین و خیلی به تفنگ علاقه نشون اینا دروغه. هیچ کدوم از این حرفا حقیقت نداره. انکار کردن بی‌فایده است استفانیا. حقیقتو بگو. تو اونجا چی کار میکردی؟ چرا دوباره برگشتی اون تو؟ برگشتی تا گلوله رو بذاری تو تفنگ؟ جواب بده. همین کارو کردی؟ دیگه بزرگ شدنشو نمیبینم. از الان به بعد همینطوریه. لمس کردنش تنها راهیه که میتونم حدس بزنم چه تغییراتی کرده و چقدر بزرگ شده. میدونی چیه؟ اول وقتی دیگه یه نوزاد نیستی و یه پسر بچه میشی، بعدش وقتی یه پسر خوشتیپ میشی، بعدش یه مرد جوون و بالاخره یه مرد واقعی میشی. اون وقت باید به هم بگی رنگ لباسات چیه و دخترایی که عاشقشون میشی چه شکلی هن. چون من نمیتونم دستای کوچیکتو وقتی داری میری مدرسه و خدافظی میکنی ببینم. نمیتونم لبخندی یا برق چشاتو ببینم. باید همه چیزو تصور کنم. همه چی رو تصور کنم. خیلی خیلی سخت. من همیشه میخواستم نگات کنم عزیزم، به عشق من، ولی دیگه ممکن نیست. چون دیگه هیچ وقت نمیتونم ببینمت. نمیتونم. خواهش میکنم بس کنین. میخواین من چی بهتون بگم؟ میخوام حقیقت رو بهمون بگی. ولی من که کاری نکردم. من هیچ کاری نکردم. 1000 بار اینو بهتون گفتم. شما بی خود دارین منو متهم میکنین. اگه فکر میکنین میتونین پای منو وسط بکشین و مجبورم کنین به کاری که نکردم اعتراف کنم، اشتباه میکنین. شما هیچ مدرکی علیه هم ندارین. شما نمیتونین منو بی خود متهم کنین. نمیتونین. من اون موقع اصلا توی شهر نبودم. رفته بودم تعطیلات. خبر نداشتم چی شده. البته الان میفهمم. واسه همین میخواستی بری مسافرت تا یه عذری داشته باشی. ایتر خواهش میکنم چرا دارین بهم تهمت میزنین؟ آخه چرا؟ حقیقت همینه. حالا همه چیزو فهمیدم. میدونین چیه؟ هر جوری دلتون میخواد فکر کنین، ولی نمیتونین منو تو نتیجه گیریتون وارد کنین. من احمق نیستم. خوب میدونم که شماها نمیتونین علیه من کاری بکنین. هیچ کاری نمیتونین بکنین پدر.
بالاخره این متخصصه اومد عزیزم. آره مامان. معاینتم کرد؟ آره. خب نظرش چی بود دخترم؟ در مورد اینکه چی میشه چی گفت؟ هیچی کندی. یعنی چه هیچی؟ خب بگو چی گفته؟ برای توضیح نداد مشکل چیه؟ اون بهت هیچ امیدی نداد که بهتر میشی دخترم؟ نه هیچی. با کی اومده بود؟ با یه پرستار. یعنی کس دیگه همراهش نبود؟ نه، از دیروز دیر وقت که عمر رفته هنوز برنگشته، کس دیگه هم همراهش نبود. نه منظورم عمر نیست دخترم. بس کیه؟ منظورم خوان میگل عزیزم. نه اون برنگشته. اون دیگه منو فراموش کرده و اتفاقی که برام افتاده دیگه براش مهم نیست. چی شد؟ متخصص اومد معاینش کرد. خب چی گفت؟ ظاهرا که اعصاب بینایی صدمه ندیدن. احتمالا به خاطر ورمی که گلوله به وجود آورده نابینایی کورتیکال ایجاد شده. میدونی که ورم نسوجی که اطراف چشمو گرفته. پس اینطور که تو میگی نابینایی ماره چی خیلی موقتیه نه؟ بله امیدوارم همینطور باشه. میدونی عمر به نظرم بهتره تا مطمئن نشدیم چیزی به ماری چی نگیم. ممکنه این آرزه دائمی باشه و اینطوری بیشتر ناامید بشه. آره حق باشه. عمر. بله. دیروز سراغ بلانکا رو میگرفتی؟ آره درسته. باید بهت بگم که امروز داره از خونمون میره. وسایلشو جمع کرده که این کارو انجام بده. دارم بهتون میگم که خاله ایزابلا هیچی از این جریان نمیدونه. به هر حال ما از اونم بازجویی میکنیم. بازرسی ما رو میشه بگید ایشونم بیاد؟ بله حتما. خواهش میکنم آقای قاضی. از خانم رخصت بخواید بیان تو لطفا. بیاییم این ور چی کار میکنی؟ مزاحم این خانم نشو. با من بیاین، نوبت بازجویی شماست. وقتی داریم از ایزابلا بازجویی کنیم نمیتونی اینجا باشی. چرا نمیتونم؟ فکر کنم بهت گفته بودم که جداگانه بازجویی میکنیم. لطفاً برو بیرون. خواهش میکنم بفرمایید. ازت خواستم بیرون منتظر بمونی استفانیا. خانم رخصت خواهش میکنم بفرمایید بشینید. ممنونم. پس بلانکا امروز از خونت میره. مزاحمتون شدم؟ نه به هیچ وجه. ماره چی بیدار شده؟ آره کندلاریا و پسرش پیششن. ببخشید. سیسیلیا عصبی به نظر میای. آره خیلی عصبیم. خب چرا؟
منتظر تلفن پاتریشیو هستم که هنوزم زنگ نزده. آره خودم هم یکم تعجب کردم. رفته اداره پلیس. کار داره؟ دنبال پرونده ماریچی عزیزم. بهش زنگ زدن یا؟ نه چون خودش میخواست رفت اونجا. مظنونی هم پیدا شده خانم سیسیلیا؟ اینطور به نظر میاد خوان میگن. ما میشناسیمش؟ آره. وقتی اسم کسیو که بهش مظنون شدن بهم گفت حسابی جا خوردم. همونی که همه این نقشه رو کشیده تا به ماریچی ضربه بزنه یا بکشتش. میشه بهم بگین اون مظنون کیه؟ استفانو. سلام، من مایت پرانی هستم and this is my PMC. میتونم بیام تو دکتر؟ بیا تو، این چه حرفیه؟ خواهش میکنم بشینید دکتر. ممنونم. چیکار میتونم براتون بکنم دکتر سنرومن؟ میخوام بهم بگید که متخصص چشم چی بهتون گفت و اینکه به نظرتون ماریچی حالش خوب میشه یا تا آخر عمر نابینا میمونه و بیناییش از دست میده. من از این چیزایی که اینجا نوشته نه سر در میارم نه چیزی میدونم. خواهرزادتون تا حالا درباره تنفرش نسبت به خانم ماریادا خوزس به شما چیزی نگفته بود؟ نه. نگفته بود؟ نه. یعنی اصلا درباره نقشش با شما حرف نزده بود؟ نه. خب من که بهتون گفتم هیچی نمیدونم. دست دیگه تمومش کن ایزابلا. ولی پاتریشیو خواهش میکنم. میخوای برای این که به خودت یا خواهرزادت خیانت نکنی همینطوری ساکت بمونی؟ نکنه استفانیا بهت گفته این کارو بکنی؟ پاتریشیو حقیقت اینه که من اصلا متوجه یه بارم که شده چرت و پرت گفتن و تمام کن ایزابلا. بهتر حقیقتو بگی چون اگه نگی خودم بهش میرسم. خدا آخه چه حقیقتی؟ اگه تو از مجرم این جنایت حمایت کنی ایزابلا خودت هم متهم به هم دستی میشی، محاکمه میشی و چندین سال میافتی زندان. اگه نابینایی ماریچی موقتی باشه چقدر خوب میشه. خدای من چقدر خوشحالم که ماریچی ممکنه دوباره بتونه ببینه. واقعا عالیه. برای من مثل هدیه بهشتیه. ولی اگه اینجوری بگه نمیتونم حضورمو بهش ثابت کنم چون ماریچی فکر میکنه اصلا تا به حال پیشش نبودم و عمر اونجا بوده. برای همینم براش بهتری که از اون بشنوه. دیگه هیچ شکی ندارم که ماریچی دوستش داره و بالاخره باهاش ازدواج میکنه و منو تا آخر عمرم با غم و ناراحتی تنها میذاره. نمیتونم باور کنم. راسته که میخوای بری؟ آره. بلانکا مگه اینکه تو ازم بخوای بمونم. توصیه میکنم هرچی میدونی بگی ایزابلا. اگه همونطور که فکر میکنی استفانیا تو این ماجرا دست داشته باشه بالاخره به کارش اقرار میکنه ایزابلا. نه اون به کاری که مطمئنم انجام نداده اعتراف نمیکنه، محاله که این کارو کرده باشه. اعتراف میکنه چون شواهد جمع میشن و اون زیر بار شواهد له میشه گرچه خودش نمیخواد اعتراف کنه. ولی اون کاری نکرده. خواهش میکنه. مطمئنی؟ ولی شواهد زیادی اونو متهم میکنه. خب در هر صورت اگه کار خلافی هم کرده باشه هیچ ارتباطی با من نداره. فهمیدین چی میگم؟ کار اون به من ربطی نداره. بالاخره تو باید یه چیزایی رو بدونی. تو محرم اسرارش بودی. نه این که استفی کارشو برای من تعریف میکنه دلیل این که من باهاش همدست باشم نیست. تو از قانون چی میدونی؟ بذار بهت بگم. قانون هر دو طرفو تنبیه میکنه، هم کسی که جنایت مرتکب شده و هم کسی که روش سرپوش گذاشته. ولی من هیچی نمیدونم پاتریشیو. اگه از نقشه استفانیا برای سوء قصد به جون ماریچی خبر داشتی یا باید منصرفش میکردی یا به پلیس گزارش میدادی. اگه نمیخواستی از راه قانونی وارد چی میتونستی به خودم بگی. بهم میگفتی که قراره چه اتفاقی بیفته تا من جلوشو بگیرم. ولی ببین پاتریشیو خواهش میکنم. یا شایدم همه این نقشه ها رو خودت کشیدی. نمیخوای بگی برای چی اومدی اینجا؟ خب نمیدونم برای چی اومدم. خوان میگل بهم گفت داری میری.
و یهو ترسیدم که نکنه رفته باشی و خب. ترسیدی؟ آره. یعنی اینکه دلت نمیخواد من برم؟ آره درسته. کجا میخوای بری؟ فرانسه. شاید خودتو طراح همه این نقشه بودی ایزابلا. شاید تو استفانیا رو مجبور کردی این کارو بکنه. من به هیچ کاری مجبورش نکردم. شاید تو متقاعدش کردی که ماریچی رو از سر راه برداره. نه پاتریشیو، مطمئن باش که من تو متقاعدش کردی دختر منو که وجودش برای استفانیا یه تهدید بود و از میون برداره. چون وقتی سیسیلیا بالاخره راضیش میکرد که بیاد پیش ما زندگی کنه، همه چیز برای شما دوتا از بین میرفت. استفانیا مجبور میشد بره و تو ایزابلا اون پولی که هر ماه بهت میداد و از دست میدادی. نه تو نمیتونی منو سرزنش کنی پاتریشیو. خودتم خوب میدونی که خواهرزادم همیشه هر کاری میخواسته انجام داده. همش نقشه ای تا بوده ایزابلا. همش دروغه، یه دروغ محضه. به نظر من هر کاری از دست تو برمیاد. تو با دروغ گفتن به ما و گفتن این که استفانیا دختر واقعیمونه اینو ثابت کردی. این دفعه من هیچ ارتباطی با اتفاقی که افتاده ندارم، قسم میخورم. تو باید راضیش کرده باشی و برای همینه که به جون ماریچی سوء قصد کرده. نه همش ایده تو بود. تو مجبورش کردی. نه حقیقت نداره. برعکس من بهش گفتم که این کارو نکنه. مطمئنم که دیگه دوستم نداری، درسته؟ بعد از همه اتفاقاتی که بینمون افتاد هنوز جرأت گفتن این جمله رو داری؟ فکر میکردم چون اذیتت کردم فراموشم کردی. فکر نمیکردم عشقت به من یا ایوت هنوز زنده است. من حاضر بودم برای نجات چیزی که فکر میکردم عشقمونه هر کاری بکنم، حتی کاری که خیلی از زنان نمیکنن. اینکه خودمو تحقیر کنم و بیام دنبالت، تو دوباره به عشقمون، به احساسی که بین ماست فکر کنی. لئوپاردو میفهمی چی میگم؟ این کارت خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. مسئله اینه که حتما فکر کردی که همه چی تموم شده و به این نتیجه رسیدی که زنی که تو قلبت ماریچیه، نه من. خب پس من این وسط چی کارم؟ من باید از اینجا برم، تنها راهش همین. خب تو زن با شخصیتی هستی و خوان میگل میتونه کمکت کنه و بعد از اونم میتونه. نه من حاضر نیستم با مردی که هیچ چیز مشترکی باهاش ندارم زیر یه سقف زندگی کنم. چون اون مردی که من دوستش داشتم و هنوزم دوستش دارم و دوستش خواهم داشت توی عمر. من بهش گفتم، استفانیا گفتم که همه چیز خراب میشه، ولی اون به حرفم، به نصیحتام اصلا گوش نکرد، هیچ توجهی نکرد. سر خود این کارو کرد بدون اینکه حتی یه ذره هم به حرفای من گوش بده. پس کار استفانیا بوده، درسته؟ نه من فقط گفتم که دروغ گفتن دیگه فایده ای نداره ایزابلا. چند لحظه پیش حرفایی زدی که باید بگم اعتراف محسوب میشن. گفتی که به استفانیا هشدار دادی کاری که نقششو کشیده انجام نده، چون میدونستی که همه چیز خراب میشه. گفتی که به نصیحتات گوش نده. به نظرت به این چی میگن؟ به این میگن اعتراف. کار استفانیا بوده. استفانیا اون اسلحه رو آماده کرده بود تا ماریچی کشته بشه. هم با فکر کردن به اتفاقاتی که برای ماریچی افتاده، این که تو خطر دیدیش و الانم که نابینا شده، خب همه اینا ممکنه تو رو تحت تاثیر قرار داده باشه عمر. من بازم خودمو گول زدم، ولی الان دیگه اون در امانه و شایدم یه روزی بیناییشو به دست بیاره. پس دیگه امیدوار بودنم بیفایده است. تو اونو دوست داری و من برات بی‌معنی‌ام. من برای همینه که دارم میرم. بودن من اینجا دیگه هیچی رو عوض نمی‌کنه. من باید برم عمر و تو باید یکیمونو انتخاب کنی. بلانکا باور کن که عمر این لحظه خداحافظی. میخوام بگم که من نه نمیخواد زحمت بکشی. لازم نیست چیزی بگی. فقط خداحافظی کن. ولی عمر هنوز امیدی هست. امید؟ آره، ممکنه نابینایی ماریچی کورتیکال یعنی موقتی باشه. ممکنه دوباره ببینه. به امید خدا ماریچی دوباره خوب میشه. گرچه در هر حال مال توه.
تو همه چیز اعتراف کردی ایزابلا و پرده از کارای استفانیا برداشتی. ساکت شو پاتریشیا، خواهش میکنم حقیقت رو واضح بگو. کار استفانیا بوده؟ نه، تنها چیزی که میخوام اینه که کار اون بوده یا نه؟ خدای من، آره کار خودش بود، کار استفانیا. ولی خودش تنهایی این کارو کرد. من هیچ دخالتی نداشتم، تقصیر من نبود. من هیچ نقشه‌ای نکشیدم. باور کنید. چقدر طول میکشه از خالم بازجویی کنن؟ من نمیدونم خانم. اگه خاله ایزابلا چیزی گفته باشه چی؟ این اواخر خیلی ترسیده بود. نمیدونم. یعنی ممکنه حقیقتو بگه؟ یعنی ممکنه منو لو بده یا بگه چی کار کردم؟ نه امکان نداره. نه این دیگه خیلی بده. نه اون همه چیزشو مدیون منه. اون نمیتونه منو لو بده. نه نمیتونه. ببخشید، میشه لطفاً یه سیگار بهم بدی؟ متاسفم، اینجا سیگار کشیدن ممنوعه. خوان میگل، میشه دقیق تر بهم بگی که حال ماریچی چطوره؟ متخصص همه آزمایش‌ها رو به دقت بررسی کرده و امیدواره که نابیناییش به صورت موقتی باشه، البته به زبان پزشکی همون کورتیکال. ماریچی هنوز خبر نداره نه؟ معلومه که نه، اما ازت خواسته بودم که چیزی بهش نگی، یادت یا نه؟ منم جرئت نکردم بهش بگم چون هنوز در حد امیده. امکانش هم هست که تورم کم بشه ولی بیناییش بر نگرده. خب ولی بالاخره که باید بفهمه، تا کی قراره بهش نگی؟ خب فکر کنم تو باید بهش بگی. اون تو رو دوست داره و اگه تو بهش بگی بیشتر خوشحال میشه تا اینکه من بگم. تو فکر میکنی که میتونم از اینجا مرخص بشم کندی؟ دقیقا نمیدونم والا خبر ندارم. حداقل که میتونم بچه‌مو همش پیش خودم نگه دارم. نمیتونم. خب تو خونه پدر و مادرت حسابی ازش مراقبت میکنم. آره ولی من مادرشم و هنوزم که نمردم. درسته که نابینامو نمیتونم ببینم ولی میخوام همیشه کنارم باشه، میخوام پیش خودم باشه. خب واسه همین اونجا میتونی کنارش باشی. ولی من که نمیرم خونه پدر و مادرم کندی. خب پس کجا میری عزیزم؟ تو که دیگه با آمادور تو تئاتر کار نمی کنی و میتونی مطمئن باشی که دیگه نمیتونیم برگردیم به اون آپارتمان و اگرم برگردیم مطمئنم که 2 روزه پرتمون میکنن بیرون. اینطور نیست؟ آره منم شکی ندارم ولی حتما یه جایی یه گوشه‌ای برای تو و من و بچه پیدا میشه. نمیشه؟ خب پس دخترم چی کار کنی؟ از همه مهمتر چی به سر این پسره میاد؟ عمر به من کمک میکنه. من بهش اعتماد دارم کندی. موافقم. اگه تو قراره به ماریچی نگی من بهش میگم. ازت ممنونم میگم. فقط ازت خواهش میکنم مامان که یکم صبر کنیم تا از کورتیکال بودن نابیناییش مطمئن بشیم. ازت خواهش کردم. انسانی نیست که تو این شرایط با ناامیدی بزرگتری مواجه شه. آره حق با توه. باشه یکم بیشتر صبر میکنم. عمر اگه اوضاع دوستیمون انقدر بده چرا اومدی به خونه من؟ چون راستش فکر نمی کنم برای دیدن من اومده باشی. بعد از اینکه بهم گفتی بلانکا میخواد بره باید میامدم و باهاش کمی صحبت میکردم. چه اتفاقی بینتون افتاد؟ مسئله‌تون حل شد یا نه؟ فعلا نمیتونم بهت بگم. دارم میرم دیدن ماریچی. تو هم میتونی از بلانکا بپرسی. مطمئن باش بهت میگه. میبینمت. با اجازه. قسم میخورم که همین جوری بوده. نقشه همه چیزو استفانیا کشیده بود تنهایی. اون از طریق آمادور روبلس فهمیده بود که تو نمایشی که دارن تمرین میکنن یه نفر به کاراکتر ماریچی شلیک میکنه و تصمیم گرفت گلوله ها رو عوض کنه تا تصادفی به نظر بیاد. ببینم تو اون لحظه نمیتونستی به من خبر بدی؟ من واقعا پشیمونم از اینکه بهت چیزی نگفتم. خیلی پشیمونم ولی سعی کن بفهمی استفانیا خواهرزاده منه. به خاطر خدا چطور میتونستم لوش بدم؟ نصیحتش کردم که پشیمون شه ولی فکر میکردم راضی شده چون دیگه درباره اون با من حرف نزد. وقتی متوجه شدم که دیگه دیر شده بود و اتفاق افتاده بود. باورتون نمیشه که چقدر نگران بودم. خیلی وحشتناک بود. قسم میخورم خیلی ترسیده بودم. من واقعا ترسیده بودم پاتریشیا. اصلا تقصیر من نبود. قسم میخورم. چیزی که داری بهم میگی حقیقت داره؟ بله دلیلی نداره درباره موضوعی به این مهمی بخوام شوخی بکنم. سیسیلیا دکتر اول بهم گفت و بعدم جراحش تایید کرد.
سیسیلیا هنوز امیدی هست، باور کن. باور نکردنیه، عالیه. به ماریا جانم چیزی گفتی؟ قراره اول دکتر اومار کنتراس بهش خبر بده، ولی قراره تا وقتی مطمئن نشدیم منتظر بمونیم. اون به عنوان شوهر آیندهش مناسب ترین شخص برای این کار، موافق نیستی؟